نوبت به مزه میرسه که باید از مزه کنم. نمیشه بوال کنش خلاص کنی. قرار است در این برنامه ها یا نه ردبول انرژی درینک در مقابل مونستر انرژی درینک و الکوزا انرژی درینک افغانی یا افغانستان مقایسه شود. انرژی مونستر معیار قوطی ما برش چون در این قسمت در مورد ترکیبات ذکر شده، تاریخش و امی قوطیش زیبا است. یک ستاره میتم و حالا بازش میکنم، بویش میکنم. آها صدا داشت. بویش خوب است، شیرین است. بوی ساجق بویک داره. یعنی من از بویش نیم ستاره میتم. و از کیفیتش چطور است؟ کیفیتش هم خوب است. وقتی که در داخل گیلاس بندازیم سمسایی بر ما معلوم میشه که کیفیت داره، گاز تمام چیز. من از کیفیتش هم یک ستاره میتم و نوبت به مزه میرسه که باید از مزه کنم. نمیشه بوال کنش خلاص کنی. گپ نیست، خیر از برات یک سربستهش میخرم. از مزهش برش یک ستاره میتم و قیمت مونستر در بازارهای افغانستان یا کابل 100 افغانی است که از قیمتش بلند است. هیچ ستاره میتم. این شد مونستر. میریم به طرف ردبول انرژی درینک. ردبول یک برند شناخته شده است. قوطیش زیبا است، در مورد ترکیباتش اینجا یاد شده و تاریخش هم البته. من از قوطی ازی یک ستاره میتم و میمونه بوی، بازش میکنم، بوی میکنم. بویش خوب است. از بویش یک میتم چون که بویش اقا شیرین هم نیست، یک بویک خاص داره چون مانند نامش. و یک ستاره را بوی گرفت. میریم به طرف کیفیت، ببینیم گازش در کیفیت چقدر است، شیرینیش چقدر است و واو عالی است. من از کیفیتشم یک ستاره میتم. ببینیم که مزه ردبول آیا همخوانی با مونستر داره یا با انرژی های ساخت افغانستان. بسم الله. خوب است. یک ستاره میتم و میمونه قیمتش 170 افغانی در بازارهای افغانستان است. پس هیچ ستاره میتم. این شد ردبول انرژی درینک و الکوزای ساخت افغانستان. به این که از قوطیش ستارهش برش بتیم، قوطی زیباست، سیاه و سرخ و سفید کار شده و در مورد معلومات داخلیش که چی ترکیب داره اینجا ذکر شده. از قوطیش یک ستاره میتم. بویش بازش میکنم. اوه بشک بویی که ساجق جندک داره. یک ستاره. یک ستاره از قوطی شد، 2 ستاره شد. حالا نوبت به کیفیت است. ببینین رنگش خوب است. اگر یک امتحان کنیم رنگای از اینا را ببینیم دوستا که رنگایش چقدر تفاوت داره. ببینین سعی کنین. فکس همخوانی داره، رنگایش یکی است. خب من از کیفیت ازی یک میتم و مزه چطور؟ از مزهش حالا میخورم و ستاره میتم. به به چقدر خوشمزه. ای که سرد باشه، حال فعلا کمک گرم شده. یک ستاره میتم و قیمتش نیم ستاره میتم. حالا هم وقت ازی رسید که براتون بگویم کدام یکی از این انرژی ها چند ستاره را گرفته. نظر به معیارهایی که ما تعیین کردیم گفتیم مونستر با گرفتن 3.5 ستاره و بیاین که در مقابلش بانیم خود گیلاس شه. ردبول با گرفتن 4 ستاره و الکوزا انرژی درینک با گرفتن، البته وطنی، با گرفتن 4.5 ستاره در این قسمت. از این معلوم شد که
در رده‌بندی یا در این مقایسه که ما در برنامه کردیم، مونستر، الکوزای و ردبول طعم، مزه، بوی تمامش بهترین است. اما نظر به معیارها ستاره ها باز الکوزای توانست که 4.5 ستاره را از آن خود کنه. هموطنان گرامی، اگر دوست دارین مانند این برندهای مشهور دنیا برندهای دیگر هم بیاریم براتون مقایسه کنیم، کافی است که کامنت کنین. تا دیدار دوباره، الله یار و مددگارتان. چینل ما رو سابسکرایب کنین، ویدیو ما رو لایک کنین، کامنت بانین در اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک. بای بای.